سردار ستاد متحده اودکبه گنرال پلکونیک آناتولی سیدروف روز 14 فوریه سال 2023 در نشست خبریش گفت شماره جنگجویان به نام ولایت خراسان بخش افغانستانی سازمان تروریستی دولت اسلامی تا حدود 6500 نفر افزود. تقریبا 4000 جنگجو در مرز افغانستان با تاجیکستان جمع شدند. در حال حاضر شماره جنگجویان ولایت خراسان نزدیک 6500 نفر را تشکیل می‌دهند که تقریبا 4000 آنها در مرز با تاجیکستان در ولایت‌های بدخشان، قندوز و تخار جمع شدند. اظهار داشت سردار ستاد اودکبه. بنا به اطلاع تاس، سیدروف گفته است که تهدید اساسی به منطقه‌های آسیای مرکزی از طرف گروه‌های افراطیان برمی‌آید که در افغانستان جو پیدا کردند و از همه گروه‌های خطرناک به عقیده او داعش و القاعده میباشند. گنرال سیدروف افزود بغیر از این سیاست رهبران طالبان برای تنگ کردن اقلیت‌های ملی و مذهبی، نبودن اتحاد و افزایش اختلافات در بین حرکت طالبان، بد شدن وضع اقتصادی و شدت گرفتن مشکلات اجتماعی نیز از عامل‌هایی است که به بی‌ثباتی در منطقه مساعدت می‌کند. سیدروف همچنین قاچاق مواد مخدر و سلاح را همراه با دیگر عامل‌های ذکر شده از علامت‌های نامید که می‌تواند خطر در گرفتن جنگ شهروندی را در افغانستان بیشتر کند. وقت‌های آخر طوری به نظر می‌رسد لعن قبلا خیلی نرم مقامات روسیه و سازمان‌های منطقوی تحت نظر کرمل از جمله اودکبه نسبت به حرکت طالبان که ماه اوگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان دیگر باره به دست آورد تغییر کرده ایستاده است. چند روز پیش سفیر روسیه در تاجیکستان سیمیون گریگوریف با یک لعن تند طالبان را عیبدار کرد که از زمان بازگشتشان به قدرت به وعده‌های داده خود از جمله در مورد تأسیس حکومت فراگیر، پیشگیری از فعالیت‌های گروه تروریستی و قاچاق مواد مخدر عمل نکردند و از این وعده‌ها تا امروز یگان تاش را اجرا نکردند. ضمیر کابل و فرستاده خاص پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در امور افغانستان که قبلا به صورت بی پرده از رژیم نو طالبان حمایت میکرد اخیراً گفته است که صبر مردم افغانستان نسبت به طالبان میتواند به زودی به پایان برسد. هفته گذشته در مسکو نشست ویژه مربوط به افغانستان دایر شد و مسکو به این نشست نمایندگان طالبان را دعوت نکرد.